این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای درمونده‌ای که یک گله بسیجی ساندیزخوار رو توی استادیوم آزادی جمع کرد تا براشون از این خالیا ببنده و دلشون رو خوش کنه. این رو گفتم که یک افسر برجسته صهیونیست گفته بود که من با ایران بدم، اما در مقابل این کسی که این موشک رو، یکی از موشک‌های ما، یکی از ده‌ها موشکی که ده‌ها نوع موشکی که به وجود آمده است، یکی از اونها رو گفته بود من در مقابل اون کسی که این موشک رو به وجود آورده است به احترام بلند میشم و کلاهمو برمی‌دارم. حتما با خودتون میگید آیا منظور عظما از موشک همون موشکیه که به کرمانشاه خورد؟ نه، اشتباه میکنید. منظور عظما از موشک یه چیزی تو این مایه هاست. ببینید چقدر خفنه. البته بسیجی‌ها درب و داغون‌تر از این حرفان که با توهمات عظما سر حال بیان. اگه بسیجی‌ها به اندازه این گوسفندا حرف گوش کن بودن وضعیت نظام این نبود که. ضمن عرض سلام و خسته نباشید شما تمامی گوسفندان عزیز و بزغاله‌های گرامی. آقا چوپون دیشب به من زنگ زد و گفت که شما چرای خیلی خوبی داشتید. من به همتون تبریک عرض می‌کنم. برای همتون غذا آماده، برای همتون غذا آماده. آبخوراتون پر هست. خواهش میکنم عجله نکنید، احترام همدیگر رو داشته باشید، از راست نظام بگیرید، مرتب یکی یکی به خط بشید، از راست نظام. آبم به تعداد کافی برای همتون هست. برای زورم انشالله همراه غذا شما نوشابه تدارک دیدید. خب خواهش میکنم یکی یکی و با احترام با نظم متاسفم. خواهش میکنم شلوغ نکنید، آرام عظمای طلسم شکسته در حالی اون مانور پوشایی رو برگزار کرد که پشت پرده در حال سرکشیدن جام زهر FATF بود. اولش دلواپسا تو مجلس با توپ پر شروع کردن. چرا میاد پشت میکروفون میگید اگر عضو این کنوانسیون نشید مشکل مالی و پولی حل نمیشه، پروژه ها اجرا نمیشه، کالاهای اساسی نمیاد، مردم گرسنه میمونن؟ چرا دروغ میگی؟ بله دیگه، هر دزدی وقتی پشت پا میخوره و ضایع میشه مجبور چنین واکنشی داشته باشه. این جماعت دلواپس دلشون رو به حرفای چند وقت پیش عظما خوش کرده بودن و فکر میکردن اگه مخالفت کنن عظما هم میاد پشتشون. یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ در مجموعه های هیئت های فکریشون، به قول خودشون اتاق فکرشون مینشینن، برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردن یه چیزی رو پخت و پز میکنن. بعد این رو به وسیله دولت هایی که همسوی با اونها هستن یا مرعوب اونها هستن تصویب میکنن. اما لاریجانی جانی بند رو آب داد و نامه موافقت عظما رو کرد. آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود، نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. مم جواد ظریفم که معلومه پشتش به عظما گرمه تعارفات رو کنار گذاشت و گفت اگه این کنوانسیون رو امضا نکنیم اساسی فشارمون میدن. نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه
آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد. این هم تصویری شماتیک از عظما و موز برجام. البته دعوا به همین جا ختم نمیشه. پاسدار تروریستا خوب میدونن که این زهرخوری‌ها چه عواقبی برای نظام زمار در رفته ولایت فقیه داره. روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک گروه تروریستی. آمریکا فردا اعلام میکنه که ایران گروه تروریستی، باید شما همه پاسدارا همه سپاه رو به ما تحویل بدید. اونجا میگه یا باید تو کشور خودتون محاکمش کنید، یا باید بدی به اون کشور، یا باید با هماهنگی سازمان ملل یه تدبیر دیگه اتخاذ بشه. بعد از این امضا وضعیت تروریستای جیره‌خوار نظام فرق میکنه و باید دنبال مزدشون بدون. عظما که دید خیلی ضایع شده و حسابی آبروش رفته، یه عده بسیجی رو فرستاد تو خیابون تا مجلس عزا برپا کنن و خلاصه یه جوری این زهرخوری مفتضح رو ماستمالی کنن. اینطور که پیداست حباب اقتدار بسیجی‌ها بد جوری ترکیده. حالا که صحبت از FATF شد، یادی هم بکنیم از سوتی‌های زنجیره‌ای مهره‌های نظام که حتی توی تلفظ این کلمه هم مونده بودن، چه برسه به اجرای مفادش. عنایت بفرمایید در جلسه غیر علنی مجلس خوشبختانه همه موضوع باز شده، یعنی آقایان نگران بحث هستند و حالا خیلی مهمه اسم. ببینید آقای دکتر، از همه مسخره تر جنتی بود. وقتی نتونست تلفظ کنه گفت من سندشو دیدم، بیخیال تلفظ بشید. مسئله دیگه این توافق ضد پولشوییه. این هم یه چیز عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام ارشاد AFT. اینا برداشتن اینا امضا کردن. عرض شود که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم، سند من آوردن، من دیدم، متن انگلیسیش هم دارم. حالا بعد از این همه قضایا برگردیم پیش عظما و ببینیم داستان رابطه خودش با برجام رو در قالب یک جوک چطوری تعریف میکنه. یه پسری آمد پیش پدرش با همون لهجه مشهدی، گفت یک کلنگ طلا یافتم. یک کلنگ از جنس طلا. گفت کو؟ گفت گم کردم. بله، عظما نه تنها کلنگ طلایی رو گم کرده، بلکه بنای نظامش رفته زیر ضربات قیام و همین روزاست که کله پا بشه. اگه مشنگ پررو ندیدید، این آخوند مفتخور رو ببینید که میگه چون امام زمان توی چادر زندگی میکنه، مردم زلزله زدن باید با همین وضعیت سر کنن. من خیلی توی این قصه زلزله کرمانشاه دلم برای امام زمان سوخت. یه سخن ما گفت خدا مثلا اینو چند ماه مگه تو چادرها بودن؟ 5-6 ماه. همه گفتیم وای اینا تو چادر زندگی میکنن. 1184 سال امام زمان در به در بیابوناست. یک بار دلمون نسوخت که امام زمان تو بیابونا تو چادر داره زندگی میکنه. آخه تو شهر که نمیاد، برای چی بیاد؟ بیاد ارث بخوره.
این در حالیه که توی این وضعیت آخوندها حتی از یه تردد ساده در سطح شهر و در بین مردم هم عاجزن. آقا کجا میری؟ سلام. کجا میخوای بری؟ فعتوات میخوای میرم ولی تو رو نمیبرم. یه عده از آخوندها هم مثل این آخوند پهنیان از فرصت استفاده میکنه تا هم ژست اپوزیسیون بگیره هم به رقبا بزنه، اما ته خط اون چه که میزنه بیرون اعتراف به وضعیت درب و داغون اقتصاد نظامه. 120 یا 121مین کشوریم در جهان در سختی کسب و کار. ننگ برای امت اسلامی، ننگ برای مجلس شورای اسلامی، ننگ برای آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ما که سخت‌ترین کشور باشیم در کسب و کار. ننگ برای خانواده‌های مذهبی، ننگ برای هیئت‌ها و مسجدها. این حاج دکتر مشنگم برای مقابله با شیاطین نسخه کفتربازی نوشته. سوال کردن این که انسان پوشش نداشته باشه، مثلا لخت باشه، شیاطین طمع میکنن، بیماری تولید میشه. حالا اگر چنین چیزی بشه، یکی دو تا سوال بودی که راه درمانش چیه؟ بله، البته اگر این مشکل پیش میاد، بهترین درمانش بر اساس روایات این است که در خونه البته این کار را اول تکرار نکنن و اصلا از اساس این کار را نکنن. حالا اگر این اتفاق افتاد، برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه 2 تا یا 3 تا یا 4 تا کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنند اونها فرار میکنن. مثل هر هفته این بار هم سری به مجلس وحوش میزنیم تا ببینیم مشنگای مجلس نشین چه سوتی جدیدی دادن. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، خواهش میکنم لغو نکنید، سرها در گریبان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. احسن نمیخوام، احسن به درد، به همون اندازه که دردهای جامعه را میشناسید به اون احسن به خودتون بگید. تو را خدا لغو نکنید، تو را خدا احسن نگید. بگشای در، بگشای دلتنگم. معرفت داشته باشید دیگه، من خواهش کردم خودتون قومت را نمیخواهند پاسخ. هر کسی به اندازه فهم خودش برداشت میکنه. آره، برای اینه که فهمشون شعر در همون حد همینه. مم جواد ظریف باریش بلا تکلیفش رفت توی تلویزیون خارجی تا از دموکراسی در نظام ولایت دفاع کنه. نتیجه رو ببینید. Wasn't elected by the people, has been in office for nearly 30 years, and if you insult him you risk going to prison in Iran. How is that democratic by any definition of that word? I question your premise, because the leader in Iran is also elected. Please check our constitution. 29 years ago. No, and he can be removed any day by a body that elected him. The Assembly of Experts. The Assembly of Experts. But the Guardian Council, which he appoints, has a veto over that. Has a veto over what? Over the Assembly of Experts, in picking the members of the Assembly of Experts. No, he cannot. But he's not popularly elected by any definition of the word. And No, he's been in power for 29 years. I mean, some people lead countries, democratic countries, for longer than that. But it doesn't mean that they're not a democracy. هدف ظریف این بود که همچی خیلی شیک و پیک و تر و تمیز ولی فقیه جانی و دیکتاتور رو به عنوان منتخب مردم جا بزنه، اما 2 قدم بعد گیرپاچ کرد و نتیجه این شد. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه نقاش نابغه جلب می‌کنیم. نقاشی 2 پورتری متفاوت به صورت همزمان.